برای اینکه یه کره خوشگل و خوشمزه داشته باشیم برای صبحانه کنار مربا عسلمون، اول از همه کره رو تو دیگ میذاریم بجوشه با شعله یکم، کفای روش رو به طور کامل میگیریم. ببینید من وقتی کره رو جوشوندم این همه دوغ گرفتم، اینا که ته دیگم میبینین دوغه. پس کلن اینا همه رو میگیریم با دقت و از صافی ردش میکنیم. وقتی کرمون سرد شد از صافی عبورش میدیم که دوغه ازش جدا بشه. حالا ظرفاتون یا قالباتون میشه تک نفره یا 2-3 نفره، هر سیلیکونی که به نظرتون قشنگه میتونین استفاده کنین. بعد میذاریم توی یخچال که ببنده و درش میاریم از تو قالب و میذاریم تو ظرفای دردار تو فریز. تو یخچال میتونین نگهداری کنین کنار عسل و مربا یا کلا برنجتون، میتونین از این کره‌های خوشگل تک نفره استفاده کنین. امیدوارم که کاربردی باشه و به دردتون خورده باشه.